سلام دخترای قشنگم، روزتون بخیر. توی این پست میخوایم راجع به مراقبت‌ها و نگهداری اکستنشن صحبت کنیم. مواردی که باید قبل از اکستنشن رعایت کنید و مواردی رو که باید بعد از اکستنشن رعایت کنید. 6 ماه قبل از اکستنشن موژه نباید عمل لیزیک چشم انجام داده باشین. تو دوران پریودی بهتره که اکستنشن موژه انجام نشه، به دلیل اینکه هورمون‌ها تغییر میکنه و باعث میشه که پوست صورتتون چرب شه و ما نتونیم اتصال خوبی روی موژه هاتون داشته باشیم. 40 روز از تتو، بن موژه و خط چشمتون حتما گذشته باشه. الان من و مشتری تمام شرایطو دارم، باید چیکار کنم؟ باید یه نوبت پیش ساغرجون از یه روز قبلش رزرو کنم. از روز قبل اگر قرص هورمونی مصرف میکنید لطفاً دیگه استفاده نکنید. مشروبات الکلی یا سیگار اصلا استفاده نکنید. موارد کافئین دار مثل قهوه یا شکلات لطفاً نخورید. در حین انجام کار لطفاً حتما چشماتون بسته باشه و اصلا از موبایلتون استفاده نکنید، به خاطری که گاز چسب میره توی چشماتون و به چشماتون آسیب میزنه. یه دوش بگیرید و بدون هیچ آرایشی بیاید پیش ساغرجون. حالا شما اکستنشن رو انجام دادین، باید چه مواردی رو رعایت کنین؟ تا 48 ساعت به صورتتون آب نزنید و دوش نگیرید و اگر بعد از 48 ساعت خواستید دوش بگیرید، حتما آخرین مرحله شستن سرتون باشه. وقتی میخواید چشماتون رو بشورید، از فوم کلینزر یا شامپو بچه یا مواد شوینده فاقد چربی استفاده کنید. اگر بین موژه هاتون مواد آرایشی باقی مونده بود، با گوشت پاکن اون رو تمیز کنید. آب بین موژه هاتون رو با یه دستمال کاغذی خشک کنید و صبر کنید تا به طور طبیعی موژه هاتون خشکه و بعد براش بکشید. بهترین مدل خوابیدن این شکلیه و اصلا روی صورت نخوابید. از چشم‌بند اصلا استفاده نکنید. ریمل زدن و استفاده از فرموژه ممنوع. استفاده از پدهای آرایش پاک کن کاملا اشتباه. توی آشپزخونه چشماتون رو از بخار غذا و بخار فرد دور نگه دارید. بخور دادن صورت کاملا اشتباه. دستکاری کردن موژه ها باعث میشه که دوام اکستنشن رو بیاره پایین. کسایی که پوست چربی دارن هر روز چشاشون رو بشورن. به طور کلی هرچی از گرما و رطوبت و بخار آب دوری کنید، دوام اکستنشنتون بیشتر.